پدرش از همین سبب که همخه بیماری فلج که داشت از فرزندش روی گردان. این فرزندی من نه، برای اینجا من تبابت کردن نمیتونم فرزندت بگفت. تا وقتی که مادرم بودن من بیماری فرزندم رو نمیتونستم که فرزندم خیلی بیمار است. با دعای مادرم، با دستگیری مادر عزیزم من دردی او خواهر کسایی که مادر ندارند آنها میفهمند و کسانی که درک میکنند عقل رسا دارند آنها نیز میفهمند چه خیلی وضع است بی پدر و بی مادری بالای این دردی فرزند، بالای این شوهر مردک میگوید که من خیلی این فرزند رو قبول ندارم. ای خدا بخبر تو همون شبی کرده ندارو خبر داری خدا فرزند میتید، فرزند دخترم خدا میتید، پسرم خدا میتید. خداوند برای سنجیدن تو احمق انم خیلی دختر داده است که سنجم که تو از سنجش خداوند میگذاری یا نه. تو همسرت رو دخترت رو پرتافتی رفتی. مردک که تاب و طاقت دردی ایخل فرزنده ندارد، احسن آفرین به ایخل مادر، احسن آفرین به همه مادرای تاجیکستان برای بقوت بودنشون، برای دل مردکی داشتنشون. هزار رحمت به این خواهر. این خواهر زاده ناحیه عینی دهه کهرود. در دهه کهرود خیلی ارتستانی نامدار هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای تمام پدران، مادران، خواهران، دادران عزیز از شما خواهش میکنم که از همین فرزندم همین خیلی بیماری فلج معینه سر دارد. من میخوام که دستگیری نماید که من همین فرزندم را تبابت شد دوام تیم با دستگیری همسینفونم، با دستگیری همسینفونم، با دستگیری احکام، با دستگیری نیاز حاجی بهروز در ناحیه سنگستان که هستند، با دستگیری همون کس من تبابت فرزندم رو دوام دادم تا همین روزه. با دعای مادرم، با دستگیری مادرم، پنسی مادرم که بود من فرزندم رو تبابت گرانده ایستاده بودم. من 7 ماه شد مادرم وفات کردگی هاشونه نمیتوانم که من تبابت گرانم فرزندم. مبلغ نمیتونم یافتم. با التماس دستگیری کنیتان من همین تبابت فرزندم رو دوام تیم. من هم خیلی بیماری که فلج دارد فرزندی من دست نگر است. من میگم که من گارانتی دادم دکترای تشکین که فرزندت تبابت میشدنی باید همین تبابتش دوام دادنم در کار که فرزندم تبابت گرد. التماس از شما خواهش میکنم که دستگیری نمایید تا من همین فرزندم رو دستگیری کنم. مادر تا اینکه مادرم بودن من خیلی چون تا وقتی که مادرم بودن من بیماری فرزندم رو نمیتونستم که فرزندم خیلی بیمار است. با دعای مادرم، با دستگیری مادر عزیزم من فرزندم رو تبابت گرانده می ایستادم. من خدا بشکر نیاز حاجی بهروز دستگیری کرده می ایستادن. حاکم شهر ولایت شهر خوجند دستگیری کرده می ایستادم. من منتداری خودم رو حاکمیت ولایت شهر خوجند منتداری خودم رو بیان میکنم که یگان چیز رو دریغ نداشته فرزندی من با دستگیری کردن تا کلاسکی چیزهای یاردم کردن که فرزندت به کمک شود گفته دارو کالاش. من همین بلنیسه های بیمارخانه که شهر خوجند برده میخوام با دستگیری حاکم ولایت، با دستگیری کارمنداش و من از 6 ماهگیش تا همین 3 سالگیش با دستگیری من همینو من تبابت فرزندم رو دوام داده آمدم. از وقتی که مادرم گذشتن شرایطی تبابت کردن ندارم که فرزندم رو تبابتش دوام برم. منو دستگیری کردن، همسینفونم سگران توغری کردن، مبلغ یاردم کردن. من فرزندم رو در بیمارخانه
توی شهر تشکند بردم. من طبابت فرزندم رو گرفتم آمدم. هرچی بهبودی خدا بشکر. من حرکتاش نقش شده ساد است، زبونش کشاده شده ساد است. التماس از شما خواهش میکنم که دستگیری کنید و همه طبابت فرزندم رو دوام دیم. پدرش از همین سبب که همخه بیماری فلج که داشت از فرزندش روی گردان. این فرزندی من نه. برای اینجا من طبابت کردن نمیتونم فرزندت بگفت. السلام علیکم هموطنان عزیز، همدیاران عزیز، امیدوارم که خوب و بردم باشید. هموطنان عزیز، خیلی که نوار رو تماشا کرده آمدید. خواهر ما به کمک ما و شما نیاز دارد. درد فرزند دارد، درد بیمادری دارد. خداوند پدر و مادرها همیشه سایبان ما باشند. دردی او خواهر کسایی که مادر ندارند آنها میفهمند و کسانی که درک میکنند، عقل رسا دارند، آنها نیز میفهمند چه خیلی وضع است به پدر و به مادری بالای این درد فرزند، بالای این شوهر مردک میگوید که من خیلی این فرزند رو قبول ندارم. ای خدا بخبر، تو همون شبی کرده ندارو خبر داری. خدا فرزند میتید، فرزند دخترم خدا میتید، پسرم خدا میتید. خداوند برای سنجیدن تو احمق من خیلی دختر داده است که سنجم که تو از سنجش خداوند میگذاری یا نه. تو همسرت رو دخترت رو پرتافتی رفتی. مردک که تاب و طاقت دردی ایخل فرزنده ندارد، احسن آفرین به ایخل مادر، احسن آفرین به همه مادرای تاجیکستان برای بقوت بودنشون، برای دل مردکی داشتنشون. هزار رحمت به این خواهر. این خواهر زاده ناحیه عینی دهه کهرود. در دهه کهرود خیلی ارتیستانی نامدار هستند. من امیدوارم که همین نوار رو پدلیسه میکنید، این نوار به آنها میرسد. من میدونم که همشون اینستاگرام دارن، یوتیوب دارن. با احترام خواهش میکردم همین نوار رو گذارن در سایت هاشون و کمک خودشون رو دریغ ندارن. انشاءالله الله یک دهن 100 میلیارد با آنها انشاءالله. برادرای عزیز، ما در شهر یکاترینبورگ قرار داریم، در خدمت شما هستیم، کارهای پستایی نداریم. برادرای خواهرای کسایی که دکومنت دارد با خوبتر با کاری خوب تامین میکنیم انشاءالله. هست کار 2000 برادر عزیز هست، 2100 هم هست انشاءالله. نمره من در زیر نوار میشود. خدا در خدمت شما هستیم و از شما احترامانه خواهش میکنم همین نوار رو پدلیسه کنید. خواهر ما و کمک ما و شما نیاز دارد. در حقیقتا کم بزاعت هستند اینها. باید دستیاری رسانیم. خدا خواهد خیلی خوب میشد. داغوی یک دیگر باشیم، داغوی وطن مادر باشیم. با خیر امانی الله باشید. سلام علیکم.